سال 2020 است. شیوع ویروس کرونا زندگی مردم را کاملا تغییر داده است. در حالی که علم طب دنبال راه حل هست، متاسفانه روزانه تعداد زیادی از مردم میمیرند. همه کشورها تلاش می‌کنند شیوع هرچی بیشتر این ویروس را متوقف کنند یا حداقل کنترل کنند. در حال حاضر مهمترین راه حل قرنطینه است. در آلمان افراد مبتلا و کسانی که با آنها تماس داشتند قرنطینه می‌شوند. اوه، حالا چه می شود؟ این به چه معنا؟